تو را نوری بسر گویم، تو را صبحی سحر گویم، زیروی لاله ها مادر، تو را گویم تو را جویم. تو را نوری بسر گویم، تو را صبحی سحر گویم، زیروی لاله ها مادر، تو را گویم تو را جویم. ایو مادر، ایو مادر، شیرین مادر، شکر مادر. بعد چشمی نظر بندم، بعد ابروی پیوندم، نگاه سازی نگاه سازم، نظرها می دهد پندم. بعد چشمی نظر بندم، بعد ابروی پیوندم، نگاه سازی نگاه سازم، نظرها می دهد پندم. ایو مادر، ایو مادر، شیرین مادر، شکر مادر. ایو مادر، ایو مادر، شیرین مادر، شکر مادر. ایو مادر، ایو مادر، شیرین مادر، شکر مادر. با امید سعادت، فراغت و شایسته بودن زندگی همگی شما عزیزان دل، درود و سلام ما را بپذیرید. این برنامه فضا است، مهمان خاندان همه شما عزیزان. ما این شام در برنامه مهمان داریم هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه یاوان را که من همه شما را خوش آمدید میگویم به برنامه فضای تلویزیونی سفینه. صفا آوردید. خب در پهلوی من دوستان عزیز مدیر بخش فرهنگ ناحیه یاوان رستم شریف زاده، همچنین معلمه عزیز مهرنیسا ستار و غالب آزمون جمهوری فروغ سوبیدانای کتاب است در نامیناسیون ادبیات کلاسیکی تاجیک، آموزگار و شاعر. دسته هنری شما را نیز خوش آمدید میگویم برای اشتراک فعالیتان. شما امکان دارید که سلام پیامتون را به نزدیکان و به دوستان و به کل هموطنان از منبر برنامه فضای تلویزیونی سفینه برسونید. سرول به مردم شریف و با فرهنگ و معرفت پروری ناحیه یاوان سلام و درودی به پایان خود را میرسانم. مردم ناحیه یاوان از قدیم الایام صاحب فرهنگ و معرفت دوست بودند و امروز خوشبختانه در زیر لیوای
پیشوای ملت و در زیر پرتو شعاع استقلالیت کشور اهل فرهنگ ناحیه با دستگیری و هدایت‌های پیشوای ملت، حکومت مملکت و همچنین دستگیری حکومت ناحیه یاوان فعالیت خود را ادامه داده ایستادند. سلامت باشین. تشکر. شما مرحمت سلام پیام میرسونید. سلام و درود خود را هموطنان این شامگاهان و هر یک شما میرسونم. ما امروز یک دستاورد خوبی فرهنگی خود را که منظور شما میگردانیم به هر یک شما تنصیحاتی شب خوش رو تمنا داریم. سلامت باشید. دوستان عزیز، برنامه فضا از دیگر همگی شما میدونید این برنامه اجرایش زنده است و ترانه نخستین را ما شنیدیم در شام زیبای زندگی و اکنون به نخست صحبت را شروع میکنیم از فعالیت ایجادی دسته هنری بخش فرهنگی ناحیه یاوان که بند چی کار هستند، این گروه واقعا نوازنده ها، این گروه آوازخوانان، خب چیکار کرده ایستاده اید؟ این زمان فعالیت مؤسسه‌های فرهنگی بخش فرهنگی ناحیه یاوان خیلی با یک دستاویز خوبی روزمره گوییم خطا نمیکنیم. همه وقت در چارابینی‌های سطح ناحیوی، ولایتی، جمهوریوی اشتراکی فعالانه دارند. سرودها از جانب هنرمندان با اشعار شاعران معاصر تاجیکی یعنی تاجیکستانیان یعنی ما معرفی نموده ایستادیم و الکی سرودها ایجاد نموده ایستادند و با بهترین گلچینی رقص و ترانه ها صحنه های نو و در این یا آن چارابینی ها خوشبختانه بخش فرهنگ از یگان نمونه اسباب موسیقی که از دیگر مثال تجهیزات هایی که برای فعالیت بخش را دو چند گرداندن تنقیصی ندارن. یعنی که کار همه خوب است، مشکلی نیست و تصمیم ها رنگ و برنگ است. بله. سلامت باشید رستم شریف زاده. برای پاسخ به سوال معلم عزیز مهرنیسا ستاروا، چون شما در برابر آموزگار بودنتون شاعر هستید، خب مهر قلم بر دست گرفتن روی ورق سفید ایجاد کردن از کجا منشأ گرفت؟ چون دیگر اسمتون مهرنیسا هست. سبب قلم به دست گرفته در روی اوراق سفید نوشتن چکیده های دل از آن عبارت است که این محبت هنوز در آوان کودکی در دل من پیدا گردیده بود. همین یک محبتی گرمی نسبت به وطن داشتم و یک احساسی بلند خودشناسی و خود آگاهی ملی که در من از خردی تشکل یافته است مرا وادار می سازد که قلم به دست گرفته محبت و صداقت خود را پیش از همه به وطن عزیز خود تاجیکستان، به مادر، به ارزش های مقدس و والای انسانی بنویسم. چون میگویند که دیگر شعر این هدیه آسمانی است، چگونه است الهامتون هر کجا جوش میزند؟ آیا اینکه وقت معین دارد، شب ایجاد میکنید، صبح دم ایجاد میکنید، نیمه روز ایجاد میکنید؟ اصلا شعر اصیل در لحظه های پرهیجان یا در لحظه های نهایت غمگینی یا در لحظه هایی که خوشبختی را دست میدهد، اصلا شعری بلند مضمون و بلند مقام در همین لحظه ها پیدا می شود و بعضا می شود که باز هم همان محبت و صداقتی که نسبت به وطن یا دیگر ارزش های والای انسانی داری آن نیز سببگاری پیدا گردیدن الهام و نوشتن شعر میگردد. پس بید از فیض ریزه های کروی کاغذ آورده اید چند مصرع بخوانید تا ما و بیننده‌مون از ایجاد شما غذای معنوی بگیریم. چون مقصد و مرام هر یکی ما صلح و وحدت است و البته در فضای صلح و وحدت، در یکدیگر فهمی، یک دلی و مهر و محبت طرفین انسان ها می توانند به خوشبختی برسند. شعر در من پیدا شد و آن را روی کاغذ آوردم که آن دعوت به همدلی است، دعوت به وحدت، احترام همدیگر است. بله. بیا ای هموطن تا طالبی دیداری هم باشیم، گلی الهام اندر گلشنی اشعاری هم باشیم، به زیر دوشی هم باشیم هنگامی پریشانی،
تسلا بخشی هم گردیده دلبرداری هم باشیم. در این دنیای پر از شر برای هم سپر گردیم. سری هم، چشم و گوش و پای در رفتاری هم باشیم. غم و شادی و درد و رنجی هم را ساخته تقسیم. عزیزم گوی تا کی از پی آزاری هم باشیم. ز دلها دور سازیم کینه و قصد و پریشانی، که تا فردا نکوبه مشت حسرت را به پیشانی. چراغی راهی هم، درمان درد و تکیه‌داری هم، به چشمی همدیگر نور و به سختی یاری هم باشیم. بیا ای هموطن تا زنده سازیم روح اجدادان، بهشتی نقد سازیم این وطن را از دل و از جان. برای حفظ نامی نیک و شأن و اعتباری هم، به هر جا پشتیبان و یار و نامبرداری هم باشیم. بنای صلح و وحدت را برای این وطن سازیم. ستون این بنا و وسط و بالاری هم باشیم. بریزیم آب بخی هر نهالی سبز آزادی. بیا تا حاصلی هم میوه و همباری هم باشیم. زبان را پاک سازیم از همه حرف و کلام تلخ. چو بلبل خوش بیان کبک شکر گفتاری هم باشیم. سر و جان را فدای لفظ پاکی مادری سازیم. بیا ای هموطن تا منبع اشعاری هم باشیم. سلامت باشین. تشکر زیاد. خب بسیار زیبا تصویر کردید معلم عزیز. سپاس میگویم به شما و همیشه با امید اونه که واقعا پای ایجاد باشید، واقعا پای نوگانی ها باشید در جاده شعر تاجیکی واقعا شعر اصیل است. سلامت باشید. خب رستم شریف زاده ترانه دوم رو در برنامه این شامله ما کی می‌سراید؟ صابر جان رحیمов که بسیار یک آهنگسازی خوب هستند و حق استادی هم دارند. زیاده از 100 آهنگ‌های ایجاد کرده این کارمند بخش فرهنگ در ایجادیات هوسکاران آن نفرانی که به خواندن سرود میل و رغبت دارند از ایجادیات همین استاد هستند و از ترانه دوم را می‌سراید. بله می‌سراید. بسیار خوب. خب پس بیننده های عزیز ترانه دوم را در برنامه شبینه میشنویم. بعدا باز برمیگردیم با صحبت. به خبر از جبر و جفای تو بمیرم. ای جبری تو خوش من به هوای تو بمیرم. ای به خبر از جبر و جفای تو بمیرم. ای جبری تو خوش من به هوای تو بمیرم. دارم و دلم هرچی خیالی رخی گلزار. دارم و دلم هرچی خیالی رخی گلزار. هر جا بیروم من به هوای تو بمیرم. هر جا بیروم من به هوای تو بمیرم. مهرم به هوس‌های تو میرفت به کویت. خاکی قدمت بنده به پای تو بمیرم. مهرم به هوس‌های تو میرفت به کویت. خاکی قدمت بنده به پای تو بمیرم. با حالی پریشان هم از عشق تو نالم. با حالی پریشان هم از عشق تو نالم. هر جا بیروم من به هوای تو بمیرم. ای به خبر از جبر و جفای تو بمیرم.
زحمت نکشیدی نفس بحری وفایم ای کنی وفا جان به فدای تو بمیرم زحمت نکشیدی نفس بحری وفایم ای کنی وفا جان به فدای تو بمیرم دانی که گلستان شدن افسانه عشقت دانی که گلستان شدن افسانه عشقت افسون چی کنی عقل رسای تو بمیرم هر جا بیروم من به هوای تو بمیرم ای بخبر از جبر و جفای تو بمیرم ای جبر تو خوش من به هوای تو بمیرم ای بخبر از جبر و جفای تو بمیرم ای جبر تو خوش من به هوای تو بمیرم ای بخبر از جبر و جفای تو بمیرم خب تشکر برای سراییدن سرود و اینک دوستان عزیز ما از موفقیت های کمک قصه میکنیم با همراهی مهمانان رستم شریف زاده غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من هستند در نامیناسیون سرایندگی ژانر اکادمی. بیاید اطراف همین آزمون صحبت میکنیم که اکای رستم چگونه اشتراک کردند چند سرود سراییدن در این آزمون مردم چگونه پذیرایی کردن اعضای حکمان چی گفتن برای شما کمبودی ها چگونه بود موفقیت ها چگونه بود آزمون دوام 5 سال است که در تمام مقیاس جمهوری یعنی برگزار شده ایستاده است و خود همین 5م سالی که آزمون رفته ایستاده است خود من در دور اول آزمون که در ماهای مای در سطح ناحیه برگزار گردید با خواندن سرودهای اکادمی که میل و رغبت داشتم دوامی هفته ها با استاد صابرجان رحیموف یعنی سر یک میز نشستم از بایگری خود از سرودهای خود ورقگردان کردیم و یگانه انتخاب کردند که برای آزمون بسیار هم شکوه و شهامتی خوب دارد از اشعار یعنی سراینده محبوب احمد باباقلو که خانه ما آنقدر هم دور نیست قابل قبول کردن همین سرود رو و ما همین سرود رو در دور اول سراییدیم با از طرف حکمان با جای اول یعنی سزاوار گردیدیم در دور دوم باشد از اشعار رئیس اتفاق کمپوزیتوران ولایت ختلان قاسم زاده شیرعلی یک آهنگ جلوی یخ نام داشت این هم باشد با استاد صابرجان رحیموف همکاری کردیم و در دور دوم هم سزاوار جای اول گردیدیم و در دور نهایی باشد بسیار طلبات جدی بود البته یعنی که جدی از دور ناحیه و با ولایتی با جمهوری علاقه جدیت ها حس کرده میشد ما یک آهنگ ایتالیایی اصول میو را انتخاب کردیم با استاد یلینا سمادونا خودی هنرمندی تئاتر دولتی اکادمی به نام صدرالدین عینی با خوریان تئاتر همکاری کردیم و در روز آزمون بهاگذاری اعضای حکمان رو یعنی اون کمبودی هایی که بود با ما یعنی که ما رو فهموندن ما قابل قبول میشماریم کمبودی ها رو و سزاوار جای سیم نایل گردیدیم هیچ وقت رو افتاده نیستیم برای جای سیم چون که اشتراک خود غالبیت است و خیلی خرسند هستم که در این آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم و من بعد شاگردها رو توصیه میدیم که از ایجادیات
استادان گذشته ما چی در تالیف اشعاری سرودهای استرادی باشد، سرودهای خلقی باشد، سرودهای اکادمی باشد، توصیه میدهند استادان همکاری الکی آغاز یافته است. دوام ماهی اپریل همین سال دور یکم در سطح ناحیوی برگزار میگردد. الکی 28 نفر داوطلبان با ما روی خط کردند در مکتب بچگانی صنعتی ناحیه و در خود بخش فرهنگی ناحیه. الکی ما کاربری و ایجادیاتی همون هنرمندان و عموما هوسکاران و از مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی ناحیه که به ما مراجعت کردند، الکی ما آغازی کارو یعنی که دیده ایستاده. بسیار خوب است، این فعال نیک است، چون دیگر البته هوسکاران و یا نفرانی که میخوان اشتراک کنند، البته شما رو دیدم چون رهبر فرهنگی ناحیه روحیشون دیگر می شود و البته میخوان که با یک ذوق و سلیقه و اشتیاق بلند اشتراک کنند و البته سزاوار جای بگردن در این آزمونه که بیوسته از جانب پیشوای معظم ملت ما سرور فرهنگ دوست و جوان پرور ما پیشنهاد گردیده است. خب سلامت باشین، یک عالم سپاس. و خانم مهرنیسا، شما که اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی هستید در نامیناسیون ادبیات کلاسیکی در سال 2020 و سزاوار جایی هم گردیدید. البته خب شما هم قصه کنید که چون 3 سال سپری شده از اشتراکتان، چگونه بود آن وقت اشتراک کردن؟ رقابت چگونه بود و تصمیم دارید که پس از 3 سال باز اشتراک کنید در این آزمون؟ قبلا میخواهم درباره رسالت همین آزمون هایی که با تشبوس، دستگیری و هدایت های راهبری دولت پیشوای فرهنگ سالار و معرفت دوستی ما راه اندازی میگردند چند سخنی بگویم. آزمون هایی که به واسطه با ابتکاری پیشوای ملت راه اندازی گردیده ایستاده اند در دوام 5 سال اخیر، هر یکی در خود رسالتی مقدسی دارند. اگر علم، فروغ معرفت، رسالتی دریافتی بهترین دانندگان علمهای دقیق، طبیعی و ریاضی و زمینه برای رشد و تکامل علم تاجیک داشته باشد، تاجیکستان وطن عزیزم، یعنی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزم باشد، در خود رسالتی آن را دارد که بهترین سرایندگان، یعنی والاترین استعدادها را در ساحه‌های گوناگون صنعت، سرایندگی، نوازندگی، مطربی، رسامی و دیگر اهل هنر و صنعت را روی صحنه مقدس فرهنگ وارد می‌سازد. و آزمون فروغ صبح دانایی باشد، در خود رسالتی را دارد که بهترین سخنوران، یعنی چهره های نو و تازه سخنور و سخندان را دریافت می نماید. از همان روزهای اول، یعنی از همان سال نخستینه که امر پرزیدنت درباره برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی به امضا رسیدند، یعنی سال 2019، من در خود مقصد گذاشتم که در این آزمون با نفوذ اشتراک ورزیده در صحنه مقدس معرفت خود را بسنجم. سال نخستین نیز اشتراک کردم و تا دوری جمهوریوی را خط یافتم و این هم برای من یک شرف بزرگ بود، گرچنده که صاحب جای نمایان نگردیدم و باز در دلم مقصد و مرام پیدا شد که باز هم ادامه می دهم و خوشبختانه سال 2020 گرچنده که از همون نخستین روزهای برگزاری آزمون رقابت خیلی پرقوت بود، سال 2020 نیز رقابت خیلی پرقوت بود و در آن سالها امکانیت دست داد که در دور جمهوریوی صاحب مقام سیوم گردم. از ادبیات کلاسیکی اشتراک کردید، ادبیات کلاسیکی رو ورق‌گردان کردید. خب دیگر جهان معنویتون چگونه شد؟ از بس که من خودم رسالت مقدس آموزگاری رو برداشت دارم و از فن زبان و ادبیات تاجیک درس میگویم، این برای من یک صحنه فراخ بود و من قسما به همین آزمون سالهای قبلی با از خود کردن و دانش اندوختن و جستجو کردن الکی آماده بودم و لیکن باز هم باید اقرار شد که راه یافتن به آزمون فروغ صبح دانایی و زینه به زینه، دوره به دوره اشتراک ورزیدن و آمادگی و جستجوها و تکاپوهای زیاد
باز هم معرفتی مرا و اینچنین هم تمام اشتراکچیانی که در همه نامیناسی‌های این آزمون اشتراک کرده بودند باز هم وسیع‌تر گرداند. یعنی که معرفتی نه تنها ما اشتراکچیان بلکه تمام آن شنوندگانی که گوش به برآمدهای ما میدادند باز هم وسیع‌تر گرداند و من از عالم زیبای شعر کلاسیک، از آن اثرهایی که تنها نامشان را شنیده بودم و در دوام اشتراک در آزمون آگاهی یافتم و پیدا کردم، مطالعه نمودم. خب بجز از آزمون فروغ صبحی دانای باز در کدام آزمون اشتراک کردید؟ خوشبختانه سالی سپری شده یعنی سال 2023 با افتخار 115 سالگی علامه باباجان غفور و گرامی داشتی رسالت مقدس تاریخی کتاب او شاه اثر بیزوال او کتاب تاجیکان، آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار کرده شد و من با اشتراک نمودن در این آزمون دوره به دوره، زینه به زینه وقتی که اشتراک می کردم برای من درهای نو و تازه از گذشته پر افتخار ملت باز می گردید. به یاد می آرم آن لحظه هایی را که جستجو می کردیم همراه استادان و دیگر اشتراکچیان، تمامی همان سوالنامه هایی را که در این آزمون پیشنهاد گردیده بودند جستجو می کردیم، کتاب های تاریخی گذشتگان را ورق می زدیم. یک لذت معنوی که در من پیدا شده بود تا هنوز مرا ترک نکرده است. گرچنده که من در 3 زینه اشتراک کردم و شرف اشتراک کردن در دور جمهوریوی مرا دست نداد، اما همان احساساتی گرم و صمیمی، یک محبت و صداقت نسبت به وطن که با اشتراک کردن در این آزمون در من پیدا شده بود، امروز هم دل مرا نسبت به گذشته ملت خود، نسبت به فرهنگ و مدنیت گذشته ملت خود باز هم گرمتر نمود. و البته گمانم شعر ایجاد کردید. در آن لحظه هایی که سرمست از باده علم بودم، یعنی جستجو می کردم، درهای نو و تازه برای من از اسرار علمی تاریخ گشوده می شد، همین احساسات خود را با چند مصرع شعر تصویر نمودم و با اجازت می خواهم آن را قرائت نمایم. بفرمایید. این وطن، این سرزمین گنجی نیاگانی من است، یادگاری قیمت از جان نوری چشمانی من است. کشوری که از آریانا مانده میراث این وطن، هستی من، فخر من، ایمان و ارمانی من است. نام پاکی این وطن از اصل من دارد اثر، از کیان، سامانیان، ساسانیان آرد خبر. هست در اوراق تاریخ ملک پاکی آریان، ذاتشی سردوشت به قلبش این وطن دارد شرر. این وطن با ننگ فرزندان خراسان گشته است، در بهای خون اجدادان گلستان گشته است. جان و تنها گشته جوشن، قلبها گشته سپر، مزرعه پاک نیاگان تاجیکستان گشته است. ما که نسل آریایی و اولادی کروش، هست ما را ننگ و ناموسی وطنداری بدوش. یک تن و یک جان شویم بهر مقدس سرزمین، حفظ بنماییم آن را با صداقت عقل و هوش. پیشوای ملتم درسی وطنداری دهد، با عمل با راهنمایی های خود یاری دهد. دست ما بگرفته بهر پایداری ای وطن، با جدل با عقل هوشیاری و بیداری دهد. با زبان با دست و بازو عقل و تدبیر و سخن، همچون نوری چشم همچون جوهری جان و بدن. قرض فرزندی ما باشد کنون حفظی وطن، تاجیکان را تاج بر سر کرده در هر انجمن. سپاس برای یک صحبت خوب، تشکر. خب رستم شریف زاده، میخواهم چون دیگر فرصت شنیدن ترانه هم فرا رسید، کی میسراد ترانه سوم رو؟ ترانه سوم رو
بختیار افغانو هنرمند انسامبل ترانه و رقص صبحی یاوان، سراینده، آهنگساز، اینچنین نوازنده. بسیار سرودهای خوب دارند در وصف مادر، وطن، دیار. میخواهیم که بشنویم. سلامت باشید دوستان عزیز. بختیار افغانوف آماده که شام ما را با ترانه نوبتی رنگین بسازند. میشنویم و بعدا برمیگردیم. برادرانی مهربان، میری شما در قلب و جان فخری برادری کنید امروز در این دور و زمان. برادرانی مهربان، میری شما در قلب و جان فخری برادری کنید امروز در این دور و زمان. فخری برادری کنید امروز در این دور و زمان. یک برادر در برم، دویمین تاجی سرم. یک برادر در برم، دویمین تاجی سرم. سیومین در راه دور اجری و وصی آورم. سیومین در راه دور اجری و وصی آورم. برادرم برادرم اجری و وصی آورم. برادرم برادرم اجری و وصی آورم. شادی والدین وابسته باشد زیما. روی شادی والدین وابسته باشد زیما. احترامی یک دیگر آرد به ما بخت و سخا. احترامی یک دیگر آرد به ما بخت و سخا. برادرانی مهربان، میری شما در قلب و جان فخری برادری کنید امروز در این دور و زمان. برادرانی مهربان، میری شما در قلب و جان فخری برادری کنید امروز در این دور و زمان. فخری برادری کنید امروز در این دور و زمان. امروز در این دور و زمان. امروز در این دور و زمان. تشکر میگویم برای پیشنهاد سرود و دوستان عزیز ما اندک اندک به انجام برنامه‌مان رسیده شدیم. در انجام از رستم شریف زاده میپرسیم که در رفت برنامه من احساس کردم که هنرمندانی که در پهلوی شما هستند هم نوازنده هستند، هم آهنگساز هستند، هم سرود میخوانند. با ایشان گمانم کار کردن براتون هم افتخار و هم آسان است. بله، عموما این هنرمندای بهترینی بخش فرهنگ هستند و باز سراینده‌های خوبی داریم که در عموما تمام چاره‌بینی‌های فرهنگی اینچنین در برنامه‌های تلویزیونی مرحله به مرحله شرکت می‌ورزند و فخر ناحیه یاوان هستند و ما کوشش به خرج می‌دهیم که آن وظیفه‌هایی که در نزد ما هنرمندان هستند ما آنها را سرمشق کار خود نماییم. بهر پیشرفت ناحیه عزیزمان سرودهای نو و تازه و شاگردان را به میدان نبرد گوییم، هم خطا نمیکنیم، اون میدانی هست که یعنی صحنه هنر وارد سازیم و آینده یعنی که آنها را در صحنه های سطح جمهوری دیدن ما خود افتخار است. سلامت باشین. تشکر. خب معلم عزیز چی تمنا دارید برای بیننده هایی که ما و شما رو تماشا دارن؟ تمنای من به مردم تاجیکستان
خاصه به مردم فرهنگ پروری ناحیه یاوان این است که همیشه سلامت و سربلند باشند، همیشه در زیر پرتو سیاستی معرفت پرورانه، فرهنگ دوستانه پیشوای ملت با هم متحد گشته برای رشد و نموی فرهنگ، مدنیت و فضای علم و اشعار با هم دستی به دست داده کوشش به خرج دهند و میخواهم همیشه در لبان تمام مردم تاجیکستان خنده هویدا باشد. سلامت باشین. تشکر. خب ما نیز بیننده های عزیز پیگیری میکنیم سخنهای مهمانان برنامه را و برای شما روزگار خوش، زندگی پر از محبت، تنی وارسته از غمها و شادی های افزون را تمنا میکنیم. اینجا ما رسیدیم به انجام برنامه این شبینه امان عزیزان. من با شما بودم سید عمری بابا جان، با ما بودن گروه ایجادی بخش فرهنگ ناحیه یاوان و سرود انجامی را در اینجا مدیر بخش فرهنگ ناحیه یاوان شریف زاده رستم در این شوم زیبا اجرا میکند. تا دیدار نوبتی. بودی که تو مهمان میشوی، در تنی جان پروران جا میشوی، روز و شبها انتظار من هنوز، با دل امیدوار من هنوز، روز و شبها انتظار من هنوز، با دل امیدوار من هنوز. خنده شد در راه تو چشمان من، چشمان من، هی تو می آیی بیا جانان من، جانان من، جانان من. خانه ایمان قدر هم دور نیست، گرچه در چشمی شما منظور نیست. خانه ایمان قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. هر دو در یک شهر نو سبزیده‌ایم، هر دو آن را جان و دل بخشیده‌ایم. شهر ما مانند باغ و گلشن است، منزل سیر و تماشا کردن است. شهر ما مانند باغ و گلشن است، منزل سیر و تماشا کردن است. سوی ما گر به سراغ میروی جان میروی، از میانی کوچه باغ میروی جان میروی، جان میروی. خانه ایمان قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. خانه ایمان
قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما